درود به همه، چطورین؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خب ما داریم میریم فستیوال ماردیگرس. بله، حالا این فستیوال چیه؟ یه فستیوال فرانسویه که اسمش سه‌شنبه چربه که توی ایالت لوئیزیانا اصلش هست و دیگه خلاصه آمریکایی هم از ایرلندیا یاد گرفتن. اولش توی ایرلند بوده، یعنی این فستیوال فرانسوی توی ایرلند اول برگزار میشه و بعدش جذاب شه و یه چند تا از ایالت‌ها دوباره تقلید میکنن و انجام میدن. حالا چیکار میکنن؟ آقایون توی بالکن‌ها وامیستن و به خانوم‌ها گردنبندهای سبز، دستبندهای سبز پرت میکنن و جالبش اینجاست که اون خانوم باید یه حرکتی برای اون آقا انجام بده. حالا میتونه یه جای خصوصیشو نشون بده یا اینکه یه غیری، یه رقصی، یه کاری بکنه و سالی یک بار بیشتر برگزار نمیشه و اولین سه‌شنبه ماه مارچ انجام میشه. ولی خب یه سری از ایالت‌ها مثل ایالت تگزاس که تو گلوستون داریم ما الان میریم برگزار میشه که 3-4 روز جلوتر شروع میشه و همون روز اولین سه‌شنبه ماه مارچ که میشه 4م توی این ماه تموم میشه. خلاصه ما اومدیم ببینیم که چی کار میکنن، چی جوریه. اوکی میکنیم و وارد فستیوال